سلام، خسته نباشید. دوستایی که ماشینای برقی یا هیبرید دارن باید بدونم برای شارژ کردنش حتما باید کابل ارت داشته باشه منزلشون، که متاسفانه توی ایران خیلی به ندرت پیدا میشه. از این دستگاه باید بگیرن که این دستگاه خودش ارت الکترونیک ایجاد میکنه و میتونن که دستگاه رو شارژ کنه. به راحتی توی برق میزنی و بعد از اینکه توی برق زدی دستگاه خود شارژرش میزنین به جایی که باید شارژ بشه دستگاه و بعد از چند لحظه میبینی که توی ماشین اعلام میکنه که شما داره ماشینتون شارژ میشه و پس از پایان گرفتن اتوماتیک خودش خاموش میشه. یعنی شما 2 ساعت بعدم بیاین نگاه کنین یا داره شارژ میشه یا 100% شارژ شده. وقتی شارژ 100% شد خودش قطع میکنه، ولی شما باید از برق خارج کنید و اون نازل شارژ برقش رو بکشید. خسته نباشین، خدا نگهدار.